هر چند روز یه بار، گاهی چند ساعت یک بار، یه شایعه، یه دروغ، یه حرفی رو یه آدم مشخص یا نامشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه، مردم رو نگران میکنه، ذهن مردم رو خراب میکنه، یه دروغی رو مطرح میکنه، شایع میکنه. این امنیت روانی مردم از بین میره. امنیت روانی یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف هراس افکننده‌ای تو ذهن‌ها پخش نشه. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودن که این کارا رو می‌کردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است. من شنیدم بعضی گفتن که قانون نداره. اولا میشه از همین قوانین موجود استفاده کرد، حکم اینو فهمید. نداریدم قانون تهیه کنید، سریع چیزای مهم نیست. مسئله امنیت روانی مردم، یکی از حقوق عمومی مردم همینه که امنیت روانی داشته باشه.